الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. دیروز به بنده خبر آمد که شیخ عبدالظاهر و یکی دیگر از دکتر و شیخ که دعوت به سوی توحید می نمود، دو شیخ دیگر را در افغانستان به حبس کشیدند و به زندان انداختند. همه شما آگاه هستید که پیش از این 2-3 ماه قبل شیخ ابو عبدالله متوکل را به زندان انداخته بودند و بعد از این که شیخ مبشر مسلمیار دفاع از این شیخ بزرگی ابو عبدالله متوکل کرد، اون را هم به زندان انداختند و حال عبدالظاهر و یک دعوتگری عالم دیگری را. سبحان الله، هیچگاه ما امت اسلام این طور نباشیم که یک عالم اهل سنت و الجماعت وقتی محکم کرده شد، کشته شد یا به زندان انداخته شد یا اذیت داده شد، نگوییم که این عالم فلان قوم است، به ما دخلی ندارد، انمین مرگ ما هست، انمین شکست ما هست. کفار همچنین کردند که بزرگترین عالم های ما به زندان انداخته شود و کشته شود و ما بگوییم که این از ما نیست، این عالم ما نیست و ما حتی یک دعا هم نکنیم، خبر هم پیدا نکنیم. این مرگ ما هست. سبحان الله. شما آیا میدونید که چرا این 4 نفر بزرگمردان افغان، 4 نفر بزرگمردان فارس و تاجیک را به زندان انداختند؟ والله بالله تالله تنها به خاطر دعوت به سوی توحید بود. اون خبثای حکومت کفری، حکومت مرتدی افغانستان فهمید و درک کرد که منهج شیخ ابو عبدالله متوکل، منهج شیخ مبشر مسلمیار یا عبدالظاهر در حقیقت منهج صحیح است. دعوتش به سوی چیزی بزرگ است که توحید است، که نتیجه اش اصلاح خواهد بود. فهمید و ترسید و زود کوشش کرد که پیش راه این علما را بگیرد، مردم را از این علما جدا بکند، این علما را از بین مردم ببرد. اگر این کار را نکند خوب میداند که مردم موحد میگردند. وقتی که مردم موحد شدند از حقیقت درک میکنند، به حکمت میشوند. الله رب العزت و الجلال را از دیگر همه پیش میگیرند، محبت الله را از دیگر محبت ها پیش میگیرند، اطاعت الله را از دیگر اطاعت ها پیش میگیرند. شرک و کفر و بدعت و خرافات را ترک میکنند و مبارزه ضدش میبرند و به توحید چنگ میزنند و توحید را زنده و پاینده میکنند. والله این همه ثمره و میوه آموزش توحید است و همین ثمره و میوه توحید بود که صحابگان این همه فتوحات را انجام دادند، این همه عزت را به دست آوردند. والله بالله تالله اگر نظر بکنید از اول این سبحان الله دشمنی کفار تا امروز، میبینید که در حقیقت علمای حقگو و در حقیقت علمایی که دعوت به سوی توحید و دعوت به سوی عقیده میکنند همیشه در زیر ظلم و در زندانها و در تنهایی ها وفات کردند. نظر بکنید به ابو حنیفه، بردند
حکومتی همون وقته که مخالفتی بعضی از مخالفت ها داشت، مخالفت های بزرگی که امروز ما میبینیم که کفری هست و شرکی هست نست، مخالفت های کوچک داشت نسبت امروز مخالفت ها. ابو حنیفه اون رو انکار کرد، اقرار نکرد، برویشان رد زد، اون را حبس گرفتند، زدند و اذیت دادند در درون زندان تا اینکه وفات نمود، قتلش کردند. رحمه الله به شهادت رسانیدند ابو حنیفه را به خاطر حقگوییش، به خاطر انکارش از ظلم و ظلماتی و از خطاگی و از مخالفت شرعی عمل کردن این حکومت ها. یا امام احمد رحمه الله که حکومت همون وقته، حکومت عباسی مأمون، به احمد ابن حنبل گفتند بگو که قرآن این مخلوق است، بگو که قرآن این کلام الله نیست بلکه قرآن را الله مخلوق کرده است. بگویم احمد ابن حنبل انکار کردند، گفتند قرآن این کلام الله است. به خاطر همین سخن بردند، حبس کردند طولانی و هر روز جلده می زدند، به پشتش و به اعضای بدنش به نوده ها سخت و سخت ضربه می زدند. حتی روزهایی بود که گوشتی بدن امام ابو حنیفه، گوشتی پشت امام بگیم احمد ابن حنبل، بخشش احمد ابن حنبل، قطعه قطعه از بدنشان می ریخت، اما هیچگاه اطاعت نکردند. و به همین خاطر امروز احمد ابن حنبل رحمه الله میگویم نامش زنده است. الله اکبر. و این چنین امام شافعی را به نهایت لط و کوب کردند و ضربه زدند. این چنین امام مالک را دو دستشان را شکستند و حتی به بین مردم برآوردند تا که مردم ببیند که امام مالک را چقدر اذیت میدهند و در بین مردم شرمنده کردند، گویا که خواستند که شرمنده بکنند، اما ایزد از جانب الله است. این همه علما چخیلی که معروف است در دولت اسلامی، در دولت اموی و عباسی زندگی میکردند، لیکن در همون زمان وقتی که این علما یک خطاگی را میدیدند میگفتند که این پسند همون مالک، همون پادشاه، همون حاکم نمی آمد و اذیتشان میداد. از کبار تابعین سعید ابن جبیر، سعید ابن المسیب، اینها را به سبب حقگویی ضربه زدند و کشتند. لیکن والله بدانید که هر یک زمانی با وجود این همه مبارزه کفار، با وجود این همه قتل کردن علمای دیگری به وجود آمد که حق را بگوید و برساند. و این سنت الله است. هر ملتی، هر قومی که نباشد بر اون الله یک عالمی را ثابت نگه می دارد که حق را بگوید و برساند تا که مردم در نزد الله در روز قیامت گفته نتوانند که ما نفهمیدیم و نشنیدیم. این حجت الله، این عالم حجت الله بر بالای این خلق است، بر بالای این ملت است که حق را بیان کرد. در وقت حاجت، در وقتی که منکر آشکار بود، حق را بیان کرد. در روز قیامت این عالم با الله شهادت میدهد که من رسانیدم و همه شنوندگان و همون ملت دیگر عذری ندارند، هیچ چیزی گفته نمیتوانند. بارک الله فیکم. یا نظر بکنید به ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام، شیخ احمد ابن تیمیه رحمه الله از سن جوانیش الصدع بالحق داشت، حق را آشکار بیان میکرد، از ملامت کننده ها نمی ترسید. در زمانی که گرد و اطرافش پر از اشعری و پر از صوفی شده بودند و معتزله ها بودند، حق را بیان میکرد. به کلامی ها رد زد، به روافض رد زد، به جهمیه و مرجعه رد زد،
بدعت و خرافات معتزله و خوارج را بیان نمود، بدعت و خرافات صوفی را بیان نمود. یگان فرقه نماند مگر این که مشکلات اونها، بدعت اونها، گمراهی اونها را بیان نمود و 8 بار حبس کردند و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله آخرا در حبس وفات کرد. شیخ الاسلام را می ترسانیدند که سخن حق را نگو، ما تو را حبس میکنیم. شیخ الاسلام رحمه الله می گفت حبس، زندان کردن من این برای من خوب است که من خلوت میکنم با الله، تنها با الله میمانم و عبادت میکنم با الله. خلوت عبادت است، این فرصت است برای کسی که قدردانی میکند. گفتند تو را از این شهر پیش میکنیم به دیگر جا. گفت این سیاحت است، این دورزنی است. از اینجا مرا پیش کردید، از اینجا راندید، میروم به جای دیگر. این یک سیاحت و دورزنی است، حق را در همه جا میرسانیم. گفتند قتل میکنیم، تو را میکشیم. شیخ الاسلام رحمه الله گفتند که این شهادت است. والله منهج هر یک طالب علم اهل سنت و الجماعت همچنین باید باشد. منهج هر یک علمای اهل سنت و الجماعت همچنین باید باشد، وگرنه سخن حق را گفته نمیتواند. این سخنهایی که به شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته شده بود، که با این سخنها خواستند که ابن تیمیه را بیم بدهند و بترسانند، امروز هم گفته می شود، به ما هم گفته می شود، به دیگر علما و طالب علم هم گفته می شود که تو را پیش میکنیم، زندان میکنیم، طولانی و این و آن و قتل میکنیم. جواب ما مثل جواب شیخ الاسلام است رحمه الله رحمتا واسعه. و شیخ الاسلام ابن تیمیه را حبس کردند و حبس کنندگان این حاقدان و حسدمندان و دشمنان از صوفی ها و اشعری ها و اهل بدعت بودند که شیخ الاسلام را به سلطان بد کردند، خوارجش گفتند و به تهمت خوارج حبسش کردند. البته 8 بار حبس شد بر چندین مسائل و اهل بدعت تا امروز شیخ الاسلام ابن تیمیه را خوارج میگوید، اما هیچ ضرری به ابن تیمیه نرسانید. ابن تیمیه در این دنیا به خاطر الله کوشش کرد و اجرش در نزد الله است. امروز میلیون ها انسان رحمه الله میگوید. شاگرد ابن تیمیه ابن القیم الجوزی را اذیت دادند، تهمت به خوارجیش کردند، گفتند که این خوارج است، اما هیچ ضرری به ابن القیم جوزی هم نرسانیدند. پس ببینید علمای اهل سنت و الجماعت را یا کفار یا مرتدین یا منافقین حبس میکنند و اذیت میدهند، یا که طعنه میزنند و میخواهند که از بین مردم نابود بشود و مردم این انسان را قبول نکنند. اما قبول شدن در روی این زمین این رضاگی الله است. وقتی که الله راضی شد بنده ها هم قبول میکند. برای همین درس های این شیخ، کتاب های این شیخ، بگیم کتاب هایی که نوشته است، صدها کتاب ابن القیم الجوزی، ابن تیمیه، این سبحان الله در هر یک کتابخانه طالب علم وجود دارد. عالم نیست که کتاب های اونها را نخوانده باشد. کتاب های اونها را نخوانده عالم شدن هم این ناممکن است. بارک الله فیکم. پس چقدر علما در این راه قربان شدند، چقدر علما وفات کردند. این یک سنت الله است، این یک سنجش الله است. الله علما را می سنجد که آیا حق را می گویند و نمی گویند، و الله شما انسان ها را می سنجد که آیا حق را قبول می کنند یا نمی کنند. امروز هم حالت همین است. امروز هم حق غریب است. امروز هم حق تنها است. دفاع کننده اش به نهایت کم است، اهلش به نهایت کم است. وقتی که حق گفته شد، حق گوینده در زیر تهمت است، گویا که سبحان الله باطل را گفته باشد. این همه سبب این است که همه خاموشند. همه خاموشند. از سبب خاموشی حق نابود شده و باطل تبدیل به حق شده است. کار به جای رسیده است که یک انسان آشکار اعلان می کند که ما اسلام نمی خواهیم، اسلام این دموکراتی است، یا که آشکار قبر پرستی می کند، آشکار به ضد الله و رسول سخن می کند،
آشکار ضد حجاب سخن میکند، آشکار ضد نماز و مساجد سخن میکند، مسجدها را نابود میکند، اینها را مسلمان حکم میکنند. والله بالله تالله، الله شاهد باشد، همه اینها کفارند. هر انسانی که ضد مسجد برآمد کرد، مسجدها را نابود کرد، از شنیدن اذان رنجید مثل آتاتورک لعنت الله علیه، شنیدن اذان را انکار کرد، پوشیدن سطر را مال بیگانه گفت و انکار کرد، از ریش ها بدش آمد و ریش تراشی کرد، از مسجدها رفتن جوانان باز داشت، فحشا و منکر را حلال خواند و اجازت داد. اجازت دادنش این حلال گفتنش است که امروز ملت تاجیک را به فحش میکشاند. الله لعنتش کند، الله نابودش کند، که از سحر تا شب و از شب تا سحر ضد اسلام می جنگد و تمام علما و جوانان اهل سنت را به حبسخانه ها انداخته است و زندان کرده است، علماها را به درغه کرده است و مجوسی های و آتش پرستان را فرصت داده است. الله لعنتش کند، مرتد است، این دنیا و آخرت الله خارش میکند. پس این سخن ما در موضوع مرتدان و دشمنان حق است و این چنین مقابل اونها کسی که شرک را میکند، از صوفی ها، از مبتدعین، یا کسی که خود را مبارز میگوید و باز شرک را اعلان میکند، همه اینها باید بیان کرده شود و حقگو باید حق را بگوید و طالب علم باید وظیفه‌اش را انجام بکند و شنونده باید اطاعت بکند و شنونده اش را عمل بکند، وگرنه همه در نزد الله جواب خواهد داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته در حق شیخ متوکل ابو عبدالله، در حق مبشر عبدالظاهر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی نجاتشان بدهد. علمای اهل سنت بودند. امروز بگوییم سبحان الله از گفتنش فراموش کردیم. چقدر استادان ما، چقدر مشایخ بزرگترین اهل سنت در حبسخانه طاغوت سعودی است. شیخ علی بن خضیر الخضیر، شیخ سلیمان العلوان، شیخ عبدالعزیز الطریفی، شیخ ناصر الفهد، شیخ خالد المرض الغامدی، شیخ احمد بن عمر الحازمی و دیگر هزارها علامه های اهل سنت و الجماعت در حبس هستند که حتی اینها را یک سال معین هم حکم نکردند، انداختند به حبس تا روز مرگ. از دعوتگران هم بینوهد زیادند، داعی‌ها هم بینوهد زیادند. شما بپرسید که چرا اینها را حبس کردند؟ به خاطر اینکه حق را گفتند. شیخ سلیمان العلوان میگویند که والله خبر دادند، از درون زندان خبر دادند که والله 3-4 سال است که طعام من در درون زندان تنها و تاریک فقط 1 پیاله آب و نیم برده یا 1 برده نان است. در یک روز، در 24 ساعت، در شب 1 روز 1 پیاله نان، 1 پیاله آب و 1 نیم برده نان. طعام من همین است، اما من ناامید نیستم. امید من از الله است. من دعا نمیکنم که از ترمه برایم، من دعا میکنم که ثابت قدم بمانم. انا این است علمای اهل سنت و جماعت. اما امروز سبحان الله مرجعه ها و خوبثا، این جهمی ها، این طاغوت پرستان، این دشمنان اهل سنت و جماعت، سبحان الله چقدر ضد این علما می جنگند. جهمی ها به مانند مدخلی ها، اشعری ها، صوفی ها، ماتریدی ها. بله، حق همیشه ضدش یک شیطان از جین و شیطان از انس وجود دارد، خیلی که الله سبحانه و تعالی خودش خبر داده است. بیایید از همین جهت در حق علمای اهل سنت و جماعت، طلاب اهل سنت و جماعت، یک وقتی را جدا بکنیم و دعا بکنیم که الله نصرتشان بدهد.
و سخنهایشان را گوش بکنیم، کتابهایشان را منتشر سازیم، سخنهایشان را منتشر سازیم و دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی به واسطه اینها حق را آشکار بکند و شرک و ظلم و بیدادگری را نابود بگرداند و کلمت الله هی العلیا باشد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.